فکرشو بکن یه عطسه ساده، همون کاری که هر روز چندین بار انجام میدیم میتونه زندگی یک آدم رو زیر و رو بکنه. توی این ویدیو با یکی از عجیب ترین و واقعی ترین داستان‌های پزشکی آشنا میشیم. مردی که بعد عطسه کردن دچار سکته مغزی شد. یه مرد 37 ساله رو در نظر بگیرید که تنها سابقه پزشکیش فتق دیسک کمری و غیر اون رینوسینوزیت آلرژیک داشته که باعث در واقع حمله عطسه های مکرر شد. بعد از یکی از این حمله ها که همراه با حرکت در واقع بازتابی سرش بوده، این فرد دردی رو توی محلی در ناحیه گردنش که نزدیک سطح مهر سیسه بوده احساس کرد. 21 روز بعد با یک حمله جدیدی از عطسه بیمار دچار در واقع سردرد ناحیه گیجگاهی چپ، نیستاگموس و سرگیجه شد. بعد از 3 روز MRI نشون داد 2 ناحیه ایسکمی توی مخچه وجود داره و در واقع عدم پر شدن کامل شریان ورتبرال راست. 2 روز بعد از MRI با سیتی آنژیو مشخص شد که یک پارگی در واقع توی اون ورتبرال راست اتفاق افتاده و لخته درش ایجاد شده. برای این مرد درمان آنتیکواگولان شروع شد و توصیه شدش که ورزش شدید انجام نده و مرتب چکاپ پزشکی بشه برای اینکه وضعیتش ثابت بمونه تا اینکه روند درمانش تکمیل بشه. اما این یک مورد در واقع بوده. اما بیایم بپردازیم به این که چطوری یک عطسه میتونه منجر به سکته بشه. پارگی یا جدا شدن داخلی دیواره شریان و ورود خون به داخل دیواره میتونه باعث تنگی یا قطع مجرای خونی یا تشکیل لخته داخل اون محل پارگی بشه. این لخته میتونه تیکه تیکه بشه، بره به سمت مغز، یا خود اون تنگیه باعث کاهش جریان خون به سمت مغز و ایسکمی بشه. چه محرکایی براش وجود داره؟ همین عطسه ناگهانی که همراه با یک در واقع حرکت یا فشار ناگهانی گردنه، یا عطسه خیلی شدید، یا سرفه هدایت شده، یا فشار این که ما بخوایم عطسمون رو نگه داریم، خم شدن ناگهانی، یا حتی یه سری مانورهای ورزشی توی فردی که مستعد باشه میتونه اون نیروی مکانیکی لازم رو برای اینکه پارگی ایجاد بشه فراهم کنه. این رویدادها خودشون علت ذاتی دایسکشن یعنی پارگی عروق نیستن، بلکه محرک فوری هستن توی فردی که خودش یه دیواره رگ آسیب پذیر و مستعد داره. مطالعات نشون میده که عفونت‌های تنفسی اخیر هم در واقع با افزایش احتمال این دایسکشن در ارتباطه و میتونه مرتبط باشه که ممکنه هم از طریق تاثیر التهابی روی دیواره رگ این تاثیر رو ایجاد کنه، هم به صورت رفتارهای همراهش یعنی عطسه و سرفه مکرر عمل بکنه. میتونه چه علائمی نشون بده؟ علائمی که نشون میده درد ناگهانی و تیزه. بعد اون بسته به این که کدوم شریان درگیر شده علائم میتونه متفاوت باشه. مثلا ممکنه فرد دچار سرگیجه بشه، بی‌حسی احساس بکنه، مشکلات ساقه مغز در واقع به وجود بیاد، آتاکسی پیش بیاد. این علائم ممکنه بلافاصله یا چند ساعت بعد از اون محرک شروع بشن. بنابراین دردی که ناگهانی باشه توی گردن باید جدی بگیریدش. اما این چیزی که ما در موردش صحبت کردیم نادره و نیاز نیست کسی از عطسه کردن روزمره خودش بترسه. اما اگه بعد از یک عطسه یا حرکت ناگهانی توی گردن چیزی که به عنوان قولن شکوندن خیلی رایجه بین عموم مردم، بعد از اینها یک درد شدید یا ناگهانی احساس کرد یا علائم عصبی مثل سرگیجه،
دوبینی، ضعف یک طرفه، عدم تعادل و بی‌حسی داشتید به پزشک مراجعه کنید و اعلام کنید که این درد ناگهانی و بعد از این اتفاقات بوده. این داستان شاید ترسناک به نظر بیاد، ولی این اتفاق خیلی نادره و عطسه کردن خطری برای آدمای سالم نداره. ولی پیام مهم اینه اگه بعد یک حرکت ناگهانی دچار اون علائم شدید به پزشک مراجعه کنید، چون تشخیص به موقع میتونه جون شما رو نجات بده. ممنون که با ما همراه بودید. اگه دوست دارید داستان‌های عجیب و واقعی دیگه از دنیای پزشکی بشنوید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. تا ویدیوی بعدی مراقب سلامتیتون باشین و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.